سلام بچهای عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون، حال تک تکتون خوب باشه. خانوادم 17 نفری شد، واقعا خوشحالم. 17 تاتونم رو چش بنده جا دارید و از این به بعدم هر کی منو ساب کنه رو چش بنده جا داره. زیادی وقتتون رو نمیگیرم، چند تا کلیپ طنزه بریم با هم دیگه ببینیم داشته باشیم. عاشق تک تکتونم دوستان. عشقای دلم، بازم بهتون خوش آمدگویی میگم. خوش اومدین به کانال من، به کانال خودتون. بریم با هم دیگه یه چند تا کلیپ طنز ببینیم. امیدوارم که خوشتون بیاد از این ویدیو، عشق کنین، لبخند به لبتون بیاد و شادی تو دلتون باشه. خیلی خیلی دوستتون دارم، اینو همیشه یادتون باشه. امیدوارم که رفته رفته خانوادم بزرگ و بزرگتر بشن. خیلی خوشحال میشم که خانوادم بزرگتر بشن. اول خدا، بعد با حمایت های شما، بعد با کمک های شما ایشالله به اونجا میرسیم و بزرگترین آرزوی منه. دوستتون دارم. وقتتون رو نمیگیرم، با هم دیگه نگاه کنیم اولین کلیپو. میگه به خاطر سن من چی شده؟ میگه دهنت سرویس بچه، بزن خب. بچه‌های 80 چرا این کارا میکنین جلو دوست دختراتون؟ میگه برم بزند بری شکایت کنی. بزن دیگه خب، برای چی نمیزنی؟ گربه ها رو وای دهن تو دهن تو سرویس، چرا انگوش کرد؟ کاشی میشد دوباره ببینیم. وای دهن تو سرویس، دهن تو. بریم کلیپ بعدی. اسبه چه اسبی هم هست ماشاءالله، چه اسبیه. وای دیدین چی شد؟ وای بدبخت چه بد خورد زمین. کمر ممرش فکر کنم رفت به باد. چرا آخه؟ دهنت سری. عروسیه چی باباشه؟ وای باباش بهش گفت زوده برات هنوز. دهنت سرویس بشه، گفت زوده واسه رفت اومد. بدبخت زایه شد خدا. آجی این انقدری که به سگش اعتماد داره، من به رفیقم اعتماد ندارم به خدا اونجوری پشتش بشینم ها. دمش گرم خدایی. گل داره میمال سرش. وای دهن تو سرویس. من چمن داره میکنه. اوه بعد یه ذره دوای علف میخواد که سگباش نکنه. دهنت سرویس بچه. گیس خیلی خوبی. مارکه داشته آدامات روی گل عروس رو ببوسه. اسکل صورتشو دارم میگم. وای نشانه ورود به فصل گرمه. بچه ها اونایی که مردن پسرها بهتر میفهمن. چه رقصی؟ وای چرا؟
حاجی این دیگه خیلی جو گرفتش خدا وکیلی. واقعا یکی آرومش. میخوام بهتون یاد بدم تو 5 دقیقه با خودکار درد پرویدتون رو درمان کنید. قسمت گوشتون رو با ته خودکار. حاجی دهنت سرویس. من به جای تو بودم الان یه محله رو بستم با اون ریش و بشمت اومدی تبلیغ چیو داری میکنی؟ دهن سرویس. مردم همه رد دادن کلا. همه رد دادن. به نظر کدوم خودکار برای این کار خوبه؟ تو کامنت برای من اسمشو بنویس تا قلبم برام. دهن سرویس. شکار برنامه صدا سیما. کدوم برنامه‌شون داره مثلا؟ دهن سرویس. آهنگ داره میخونه؟ گوشی ما میدین آمریکاست، شعار ما مرد بر امریکاست، کسخلی دین و آیین ماست، این کسکشاست از حقیقت در فضای مجازی در هراست، جون ملاها به زودی در هواست، هرچی ساندیسی صفر زن ماست، واجبی سه بعد غذای ماست. اوه من این کلیپ رو دیدم. این کلیپ رو من دیدم. دهنت سرویس بچه. دهنت سرویس بچه. دهنت سرویس. وای از کجا افتاد روش؟ دهنت سرویس بچه. از کجا افتاد روش؟ وای دهنت سرویس. بدبخت اصلا تو شوک موتوری از آسمون چی بارید؟ بچه رو میگه وقتی که بابا هوا تو داره. آخ بابا خودش بچه چه دادی میزنه طول سگ. بچه ها وقتی میخوان غذا بخورن مامانای ایرانی هن. راست میگم. واقعا راست میگم. مامانای ایرانی هن. امان از دست مادر ایرانی. اما همشون گلن. همشون گلن. مادر ایرانی همه گلن. یعنی چی؟ اینجا خیلی گرم. چجوری زد اونو رو هوا؟ دهن زیارو خودش تعجب کرد. چجوری زد واقعا؟ دهن سرویس. گربه های امروزی هم همه زبل شدن. جایی خور گرمه. دهن سرویس. داره دلداری میده. دهن سرویس میگه آج آقا همه چیز خراب شده اما آیفونت سالمه. دهن سرویس. سلام مامان. خوبی؟ این جوابشو میده. کجا بودی؟ مادر از بچه ها میپرسن مادر سمت جواب سلام نمیدن. دقیقا مثل همونا. حاجی خیار چرا میکن تو دهنش؟ دهنت سرویس. ای داره لیس میزنی میکن تو موشن با. حاجی من اینو خیلی دیدم کلیپشو. عرفانیان هم معتادش کرده. نفتی برداشتم. یه نم عرفانیان گوشی چندمی از ما میخریم؟ گوشی سومی. از موبایل کاش راضی؟ بله. احسن. گوشی رو باز کنم یا باز میکنی؟ باز بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. میخواد بمب چیز کنه. بمب بکاره. با چاقو نگاه گوشی اونجوری در میارن. گوشی فروشه مثلا. نگاه میگه دوباره بگیر سوتی ده. ای
حاجی توریستای چینی رفتن زورخونه. دهنتون حاجی از این ایرانی ها همه چی در میاد به خدا. اونا هم دارن تکرار میکنن. اون تو لستگ آخری زنه داره میخنده، داره مسخره میکنه. دهنت سرویس، دهنت سرویس. دختره خارجی وقتی پسرها مخشونه چه حالی؟ دقیقا فکر کنم راسته. دقیقا دخترهای پیج حتما بگن میبینیم راسته. میگه فقط آدرس پرسیده. وای 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 چرا اونجا رو گز گرفت تو لسک. وای وای وای. بچه های عزیز اینجا کلیپامون هم به اتمام رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خودم کلیپای طنز و شماره بندی کردم، سعی کردم که کوتاه بذارم کلیپا رو، زیاد سرتون درد نیاد. امیدوارم که لذت برده باشین، خنده رو لباتون آورده باشم، شادی هم تو دلاتون همیشه باشه، جیبتون پر پول. اگه زحمتی نیست، اگه دوست داشتین به خانواده من بپیوندین، خانواده منو بزرگ و بزرگتر کنین، لطفا کانال ما رو ساب کنین. حتما اون لایک رو بزنین. اگه خوشتون اومد، اگه هم خوشتون نیومد که نزنین دیگه. حتما برام کامنت بذارین، بگین از این نوع کلیپا خوشتون میاد یا از دوربین مخفیامون خوشتون میاد. دوربین مخفیای بیشتری هم میخوایم بذاریم ایشالله. فکر کنم بعد این کلیپ یه ولاگ میخوام واسهتون بذارم، ولاگ حالا گشت گذار میخوام واسهتون بذارم، جای مشتی میخوام ببرمتون که عشق کنین. بعد دوستان عزیز بازم میگم اگه دوست داشتین به خانوادم بپیوندین، خانوادمون رو بیشتر کنین، چشای منین، دوستتون دارم، واقعا دوستتون دارم از ته قلب. چشای داداشی، چه خانوما چه آقایی، دوستتون دارم. ماچ به کله تک تک. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدا نگهدار.